تنش‌های لفظی میان تهران و واشنگتن شدید شده. قالیباف گفت که دشمن وارد مرحله جدید شده و می‌خواهد با محاصره دریایی و جوسازی رسانه‌ای فشار اقتصادی بر تهران را بیشتر کند. او گفت که راه حل مقابله با توطئه جدید دشمن تنها یک چیز است: حفظ انسجام ملی. رئیس جمهور آمریکا نیز بر ادامه محاصره دریایی ایران تاکید کرده و از تهران خواست که تسلیم شود. سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. این همه را به بحث میگیریم با دکتر حمیدالله مفید، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل که از طریق نت با ما وصل هستند. سلام آقای مفید، چرا با وجود تمدید آتش بس با گذشت هر روز لحن مقام‌های ایران و آمریکا علیه یکدیگر تندتر میشوند؟ آیا این مسئله آتش بس را شکننده تر میکند یا خیر؟ اجازه بدید من درودای پرمهرگان خدا خدمت شما همکاران تکنیکی و بینندگان گران ارج تلویزیون وزین آفاق تقدیم کنم و در پی از او شما توجه کنید از مدتی که آتش بس برقرار شده، آتش بس ایران نخواست. ایالات متحده آمریکا طرح زیادش بود. ملاقات پای هم ایالات متحده آمریکا درخواست کرد. آقای ترامپ بود که پای آقای جی دی وانس و آقای کوشنر رو آقای ویتکاف به ایران میفرستاد، گاهی از راه برمیگشتن. اینا پیامگیر عزیز که ایالات متحده آمریکا نهایت جدی به صلح نیاز داره، برای که فرایند جنگ تقریبا 6 هفته‌ای این بود که ایران در جنگ پیروز شده. ایالات متحده آمریکا به اصطلاح خسارات عظیم دیده. شما توجه کنین امی لحظه کشتی هایی که ایران محاصره کرده مصارف روزانه از اینا به 1 میلیارد دلار میرسه و در عوضش ایران بدون از اینکه به این محاصره کنم ضرر برسانه. من مثلا چند نمونه رو عرض میکنم. ایران با استفاده از خط ریل که میان تهران و پیکینگ است که تقریبا 1040 کیلومتر فاصله داره، 10400 کیلومتر 40 کیلومتر فاصله داره. کشتی ها سه ماه به اصطلاح یک ماه میرفت تا سرحد چین میرسید. از طریق از قطار خود روزانه در 10 روز میتونه که تقریبا هزارها صدها هزار تن نفت به کشورهای مختلف از جمله چین، هندوستان و کشورهای مالزی، اندونزی، کره جنوبی صادر کنه. افزون بر او استفاده از پاکستان فیصلنامه کشید که میتونه از بندر کراچی و از بنادر دیگه پاکستان ایران استفاده کنه. این هم یک راه دیگه است. استفاده از بحیره کسپین هم راه است. ببینید که این بس فشار نه بالا ایران بلکه بالا ایالات متحده آمریکا است. یعنی آمریکا خودش در این محاصره خساره‌مند میشه و روزانه 1 میلیارد یورو مصارف کشتی‌هاش، مصارف نانش، مواد مسوخت کشتی‌هاش مصرف میکنه. تمام از اینا است. با واسه که یک کشتی اتمی 7800 تنی جدید خدا میخواد در منطقه بفرسته، اما با آن هم البته تحت بری است. با آن هم ایران در این بسلا برعکس ایران از تنگه هرمز استفاده میکنه و کشتی‌هایی که اجازه میده از اونها پول میگیره. عواید پولیش هم بالا رفته، عاید مالیاتش بالا رفته. در ایران تفاوت نرخ هم چندان محسوس نیست. فقط ببینیم ضرر ایالات متحده آمریکا میکنه، نه ایران و نه کشورهای دیگه. بله بدون شک این ضرر به آمریکا میرسه. آقای مفید، ترامپ هنوز هم بر تسلیمی ایران تاکید دارد و در مقابل ایران به ایستادگی در برابر هر گونه فشار ادامه میده. به نظرتان ادامه فشارهای اقتصادی آمریکا کارساز خواهد بود؟ نه به هیچ وجه. ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که نه تنها به ضرر ایران نیست که به نفع ایران و به ضرر خود ایالات متحده آمریکا است. اما شما توجه کنید 30 میلیون شهروند ایرانی از جمله 75 یا 80 میلیون نفوسش ثبت نام برای دفاع از وطن کردند و یک ایستادگی بسیار بزرگ مردمی است که در هیچ منطقه از جهان به این پیمانه مردم از یک رژیمی که او را قبلا میگفتن رژیم آخوندی است، مردم از تنفر دارن، به این پیمانه ایستادگی نمیکنه. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با این آوردن یک فشردگی، همبستگی و همسویی مردم است به اصطلاح با همسویی با رژیم. تمام طرحهایی که مظاهرات کنین، مردم بخیزن، مردم قیام کنن، نه همش ضریب صفر شده و دستاورد هیچ نداشته ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و طرفدارای رژیم شیعی
بجز شکست طرفگندگی دیگه این بنگر است که جهان به طرف قطبهای واقعی میگرایه و ایالات متحده امریکا نه تنها کدام پیش دستاورد در این رویدادها نداشت بلکه برعکس به مردم ایران نه تنها که اونا را نه تنها متفرق بسازه بلکه اونا را متحدتر از به طرفداری از رژیم ساخته است. بله به ضرر ایالات متحده امریکا نه به نفع ایالات متحده امریکا بلکه به نفع رژیم ایران است و مردم در همسویی با رژیم در کنار رژیم. حضرت بسیار جالب دیگه خدمت شما عرض میکنم که ایران با استفاده از فرصت سال یامی آتش بسی که شده دست به تولید راکتای جی بی 57 مثل تام هاوک زده که رادارگریز است و قدرت تخریبی بسیار بلند است و او را دیروز آزمایش هم کرد و همچنان یک نوع موشکای به نام جاسم او را ساخته که قدرت تخریبی بسیار بالاتر است و همچنان رادارگریز است و باز هم افزون بر او فدراتیو روسیه نوع راکتای دافع هوایی اس 500 که تمام راکتای طیاره و راکتایی که رادارگریز اونا را میگیره به ایران کمک کرده طبق گزارشی که از جانب آقای یوری اوشاکوف مشاور بخش امنیتی و مشاور بخش سیاسی به اصطلاح قصر کرملین افشا شده. یعنی می‌بینید که ایران در این حالت هم هیچ ضرر نکرده به جز منافعش. بفرمایید. پنتاگون گفت که جنگ ایران تا اکنون 25 میلیارد دلار برای امریکا هزینه داشته. چی فکر میکنید که این همه هزینه سنگین و آیا واشنگتن دوباره به میدان جنگ وارد خواهد شد یا خیر؟ البته در این مورد دو دیدگاه وجود داره. واشنگتن پست یک رقم بسیار وحشتناک دیگه را داده. نشته کرده که ایالات متحده امریکا تنها مصارف محدود حساب کرده که 25 میلیارد دلار است در حالی که 40 تا 50 میلیارد دلار مصارف جنگ شده و در هر روز 1 میلیارد دلار رو حساب کرده و همچنین ما پیشتر عرض کردم براتون مصارف کشتی‌هایی که در به اصطلاح در محاصره ایران اونها روزانه تقریبا در حدود 1 میلیارد مصارف دارن که هم سر ایالات متحده امریکا مصارف لوجستیکی است، لباس است، کالا است، خوراک است، تیل وسایط است، اینا کلی ضرر داره. ایالات متحده امریکا در این نظر که 25 میلیارد مصارف جنگ شده ولی به 45 تا 50 میلیارد دو چند از رسیده. این بنگر است که ایالات متحده امریکا توانایی نداره. حتی میگن که مصارف جنگی و تلفات تمام از حساب کنن به 1 تریلیون دلار رسید. امریکا با جز ضرر اقتصادی و ضرر سیاسی میبینید این لحظه قیمت نفت برند ایالات متحده امریکا فی گلن به 4.9 دلار رسیده و این بسیار رقم درشت است. مردم ایالات متحده امریکا از وضعیت موجود اقتصادی سخت به ستور رسیدن. ضرر ایالات متحده امریکا کرده نه ایران. بفرمایید. امریکا بارها از حمله احتمالی زمینی گفته و ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی امروز خود با دونالد ترامپ هشدار داده که عملیات زمینی امریکا در ایران خطرناک خواهد بود. به نظرتان حمله زمینی امریکا به ایران ممکن خواهد بود یا خیر؟ یک چیز فراموش نکنیم که ایران مثل عراق یک کشور کوچک یا مثل افغانستان یک کشور که با سایه محدود نیست. ایران یک کار سیاست بسیار بزرگ را که انجام داد تقسیم قوا است. ایران به تمام ایالات 32 ایالت خود یا 37 ایالت خود و تمام استانهای خود در تمام ولایات خود و به اصطلاح شهرستان‌ها که ما ولسوالی میگیم قطعات فرستاده و این قطعات مردمی است و به دفاع از حاکمیت شورای به اصطلاح سپاه پاسداران است که همه مسلح هستند، همه راکت دارن، همه موشک دارن، همه دافع هوا دارن. از اون لحاظ جنگ را که امریکا گویا زیر نام نجات یک سرباز یک پیلوت طیاره F-16 که سقوط کرده بود، یک پیلوت به خاطر نجات از او در حقیقت میخواست که دستفان همی اورانیم غناشتر از دستفان بکشه. در این رویداد تازیشه که ایالات متحده امریکا صورت گرفت میدانیم که وحشتناکترین ارقام را دادن. ایالات متحده امریکا تقریبا حدود 8 طیاره‌اش از بین رفت، 4 طیاره بزرگش، 4 طیاره هلیکوپترش، 4 طیاره عادیش و تلفاتش هم از 100 نفر بالا بود ولی متاسفانه او را اعلان نمیکنه. ایالات متحده امریکا نشان داد که در جنگ با ایران به هیچ وجه امکانات زیر ندارن و پیروز هم نخواهد شد. ایران اقتصادی محدود نداره، از کدام سم با وقت کشورهای مختلف دیگه به شمول عراق و سوریه و امثال از اونها. برای خاطر به ایالات متحده امریکا ساده نیست که در یک بخش از کردها بودن که با دخالت ترکیه او هم خونسا شد و ایران هم اجازه نمیده که شود. از اون لحاظ با کمک کسی دیگه نمیتونه. مثلا در افغانستان با کمک نارت الیانس توانست که طالبان شکست بده. در عراق با سعی محدود داشت با بمباردمان گرفتاری خود
آقای صدام حسین تانستن که مردم عراق به جنگ علیه صدام حسین سهم گرفتن، مردم به دفاع از حاکمیت نپرداختن. همچنین در سوریه میبینیم، ولی در مسئله در ویتنام مثلا ایالات متحده آمریکا هیچ پیشروی نداشت. ایالات متحده آمریکا در پیشنهاد افتضاح ترین شکست خورده که برش یک درس بسیار بزرگ است. همچنین ما فکر میکنیم در ایران بنابر درک تاریخی وضعیت موجود حاکمیت ایالات متحده آمریکا، بی‌نظمی که در وزارت دفاع افتیده، بی‌نظمی که در قطعات مسلحش افتیده، استعفای پیاپی لوی درسیز، جنرال ها، وزیر به اصطلاح بخش قماندانی بحری وزارت دفاعش، اینا همیشه عوامل است که نشان میده که در ایالات متحده آمریکا حتی اسناد به نشر رسیده که آقای ترامپ دیگه در نشستای وزارت دفاع نمیخواین، برای اینکه آدم احساساتی و عصبانی است و حتی امکان داره که صلاحیت‌هایش پارلمان بگیره ازش کنگره. فقط با یک رأی موافق تانست که ادامه بده. با هم البته فکر نمیکنم که ایالات متحده آمریکا توانایی تازش بالا ایران از طریق پیاده داشته باشه و این کار صورت نخواهد گرفت. آقای مفید، در امریکا هم مشکلات داخلی تشدید شده. آدم اسمیت نماینده کنگره امریکا گفته که من میخوایم نقل قول مستقیم کنم که گفته ونس بیچاره مجبور بود مدام و فرودگاه برود و برگردد، در حالی که ما اصلا جلسه برای مذاکره با ایران نداشتیم. این حرفا را چگونه میشود تحلیل کرد؟ ما عرض کردم براتون که ایالات متحده آمریکا به اصطلاح کابلی‌ها در پچال سیاسی شده، نمیدونه که چی کار رو پیش بره. هیئت میفرسته، هیئت خودش تعیین میکنه مذاکرات باید صورت بگیره، مذاکرات باید به این سطح باشه، در مذاکرات باید ببینید امروز ایران یک شرط بسیار بزرگ مونده. با وقت مذاکره میکنم که اولین کار که صورت بگیره محاصره دریایی خود توقف بده، ما تنگه هرمز آزاد میکنم و مسائل اتمی را به نشست‌های بعدی میکنیم و تا که پیشنهاد مرا قبول نشه دیگه نه هیئت میفرستم نه مذاکرات میکنم. و ایالات متحده آمریکا ایران ماده چی کنه؟ از اون خاطر از بیشتر جی دی وانس معاون رئیس جمهور گاهی در طیاره برو، گاهی میدان برو، گاهی ادعایی میکرد که مذاکرات میکنن. هر باری که لیدرسیز پاکستان آقای سید منیر عاصم منیر به اصطلاح مارشال فیلد مارشال عاصم منیر با امریکا تماس میگرفت که ما ایران آماده است وقتی مذاکرات کنه، از وقت هیئت بیچاره رایی میکرد تا میدان، باز که میگفت نه نمیخواد ایران، باز پس دور میخورد. همین عامل اصلیش است که ایالات متحده آمریکا به اصطلاح در یک تنگنای فکری، سیاسی و مذاکراتی قرار گرفته. بله، سپاسگزار هستیم آقای مفید از حضور شما در برنامه. سپاسگزار شما، لطف کردین، بسیار تشکر، قربانتان، خداوند نگهدار. این بود بحث امروز که تقدیم شما کردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.